مادر چه کلمه شیرین و دلانگیز است. وقتی که مادر میگوییم تمام بدن و روحمان را یک احساسات خوب فرا میگیرد که ما را به حلاوت کردن میبرد. مادر به مثل زمین یکتاست و محبت مادر بیکنار است نسبت فرزندان. چون که شاعر گفته است یک شب رنجی که مادر کشید با دو جهان نتوان برکشید. ایا مادر، تو را یاد کردم. در تنهایی چشم می پوشم و صداهای خنده هایت به گوش می رسند. وقتی که چشم می کشایم این صدا خاموش می گردد، زیرا این صدا تصور از خاطراتم بود. تو را یاد کردم مادر. چگونه سخنهایی برایت گویم تا تو در نزدم حاضر شوی و تو را آغوش گیرم، سرم را بر بالای کتفانت گذارم و راحت کنم. آه مادر، آه مادر. چشمانم از یاد تو همیشه نرم هستند. چقدر وزنین، چقدر مشکل این دوری از تو را یاد کردم. بیا مادر، و سرم بگذار، دلی موجی مثل دریا پرتلاطم گشتم را آرام نما. بیا که من با تو رازی دل بگویم. ای رحمت خداوند، تو بزرگترین شخص حیاتی، زیرا با این همه بزرگی مرا پیل کرده ای. ای جنتی پروردگار، در روی زمین تو وسیله خوشبختی حیات من، زیرا تو را من بسیار یاد کردم، بسیار میخواهم بینم. مادری جانم، مادری شیرینم، تو را یاد کردم. تو مثل گل هستی که از بوی خوشت جهان مطهر است. ایا مادر، تو را یاد کردم. از این دنیا دلم شکسته است مثل نماز مسافر. بهشت که رضای مادران است در زیر قدم مادران است. ولی مادر قیمت ترین دنیا، سرچشمه محبت بیکنار، همت بلندترین شخص بشر است. کنار مادر خود مقصدهای اولین حیات ماست. مثل آغوش مادر بهشت آسا مکان دیگری برای فرزند وجود ندارد. ای دوستان، مادر مثل زمین تنهاست و یکتاست. مادر در همه حالت، چه حاضر و چه غایب، پیوسته در یاد فرزندانش هست. از دست رفتن مادر برای فرزند فاجعه خیلی گران است. مادر کسی به همت باشد، دیدار شریف او غنیمت باشد. از محزن بند آن بگیر ارزانی، فردا چی کنی که گنج قیمت باشد. آره، دولت فرزندان مادر است. زندگی خود شعر است که به علی مادر ابتدا گرفته به نام آن خاتمه می آید. ایا مادر، ایا مادر. هر فرزندی که قیمت مادر را نداند، هر قسمتی مادر را نداند، با دعای او خوشبخت ترین شهرت یار می گردد. صد جان و دل فدای مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. خیره بر آن کسانم که خویشتن رضایند، یک بر
نشونیده حرف رضای مادر. از ثروت و زی شهرت گر بر فلک زند سر، تعظیم میکنم باز بر پیش مادر. ای مادر جان، ای مادر شیرین، یادت کردم امروز. زهی مادر و چون قدرت متانت، احساس و جسارت و مهر و صداقت بیکنار که بزرگی عالم در پیشت سر فرود می آرد. بزرگی زن مادر پیش از همه در آن تجسم می یابد که چراغ خاندان، ایدئال دهنده نسل، تربیت دهنده و کمال رساندن فرزند، این چون نگاه دارنده زبان، تاریخ و فرهنگ ملی می باشد. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیث های خود می فرماید: 4 چیز سعادت شخص است: همسر شایسته، فرزند خیرخواه، رفیق خوب و روزی در روز وطن. به این معنی زنان و مادران همیشه در تربیت فرزندانی صاحب معرفت و خیرخواه و در اخلاق حمیده کوشش نموده آنها را به حیات مستقلانه آماده می سازند. برای این مادر بهترین گنج روی دنیا، بهشتی جاویدانه فرزندان این مادر است. دوستان عزیز، مادران خود را احترام نمایید، زیرا بعد از آنی که مادر از دست رفت آنگاه دیر می شود. هرچند یاد کنی، اشک و فریاد زنی، داد و فیغان برداری، دیگر حاجتی دیدن و پند نصیحت مادر را شنیدن نیست. در حق مادران همیشه دعاگو باشید. در حق مادران سخنهای خوب گویا باشید، زیرا که بزرگان گفتند و در کتاب مقدس هم آمده است: جنت که رضای مادران است، در زیر قدوم مادران است. روز یک نفر پیش پیغمبرمان محمد صلی الله علیه وسلم آمد و بپرسد: ای رسول الله، با کی من خوش رفتاری کنم، کی را خوب نگاه کنم، احترام کنم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید: با مادرت. و شخص باز میپرسد: با کی؟ پیغمبرمان باز میگوید: با مادرت. آن شخص دفعه سیوم میپرسد. پیغمبرمان درود با او باز میگوید: مادرت. وقتی باز میپرسد، پیغمبری بزرگ آن وقت با پدرت میگوید: این بزرگی مادر را بینید. پیامبری بزرگ ما 3 بار مادرت گفته است. مادر بزرگ است. بزرگی مادر در آن است که بزرگترین نعمت دنیا فرزند را به دنیا می آورد. شب و روز در فکر آن است که فرزند بزرگ، دانشمند، هنرمند شود و برای جامعه انسان سهمگار گردد. در اینجا بزرگی مادر معلوم می گردد. بهاری تو خزان مباد ای بهشت من، به دست دیگران مباد سرنوشت من. عزیز و بهترین من، مادر من، بهشتی در زمین من، مادر من. چشم بیداری تو رو مختی بیدار آورد، جنبش گوهر یاد از چرخ دیوار آورد. دامنی بخت است از دامن تو، دل به آسمان است از سامان تو. باقی سلامت و سربلند باشید. مادران خود را حرمت و احترام کنید.